ریاست ایالت‌های فوق‌العاده ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان خبر داد که صبح 18 اپریل ساعت 7:30 بازار مرکزی شهر خاروق دچار سوختار شده است. بنا به منبع گروه سوم زودعمل ریاست علیکی ساعت 7:35 و گروه یکم زودعمل شعبه کمیته ایالت‌های فوق‌العاده در شهر خاروق ساعت 8:00 به جای حادثه سفربر گردیده آنها توانستند همراه با کارمندان خدمات سوختارنشانی و نجات دهندگان اگنتی آقاخان آید به مکان زیست علیکی ساعت 8:25 علنگه آتش را خاموش کردند. درباره حجم سوختار و ضرر در اطلاعیه رسمی جزئیات داده نشده است، ولی کمیته ایالت‌های فوق‌العاده در اطلاعیه‌اش میگوید سوختار در بازار خاروق خوشبختانه تلفات جانی نداشت و سبب‌های سر زدنش از جانب مقامات ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان تحقیق کرده می‌شوند. بازار مرکزی خاروق بزرگترین بازار در حدود ولایت بدخشان تاجیکستان و بدخشان افغانستان به شمار می‌رود. به دلیل نزدیکیش به مرز، ساکنان بدخشان افغانستان نیز برای خرید به بازار خاروق زیاد می‌آیند. همچنین در مرز تاجیکستان با افغانستان در قسمت بدخشان چند بازار نزد مرزی نیز عمل می‌کنند که مشهورترینش بازار تیم در شهر خاروق میباشد. وقتهای آخر چند بازار در تاجیکستان به کام آتش رفته است. مقامات معمولاً رسش کوتاه ناقل‌ها را سبب این آتش سوزی نام میبرند.